فکر کن بغل دریاست. خب اسم شهر رو گذاشتی لنگرود. آخه لنگ چه رودی هست؟ متاسفانه یه چیزی باب شده تو این فضای مجازی. یه سری افرادی که نه پدرشون معلومه نه مادرشون معلومه نه معلومه سر چه سفره بزرگ شدن، چه نونی اومد رو اون سفره که شدن این. با توهین به اسم اشخاص میان، با توهین به اقوام ایرانی میان، با توهین به گویش و لهجه و زبان اقوام ایرانی، لباسشون، به اسم شهرشون میان ویوی بیشتری بگیرن تو اینستاگرام. همین. و متاسفانه به خاطر عدم برخورد با این افراد پرروتر میشن، روز به روز پرروتر میشن و از این حربه استفاده میکنن. ببخشید همشهریان عزیز لنگرودی که من دارم فارسی صحبت میکنم، چون برای همه دارم صحبت میکنم، وگرنه مار نیچه یه نفر بیه به اسم میشهر توهین بکنیم یه زادگاه و مو ساکت بنشم. به این سادگی هم نیه. حتما شکایتی ثبت کنم، فارسی حرف بزنم، به خاطر اینکه آقا همه بفهمن درد من چیه. مثلا طرف اومده کامنت گذاشته چه تی چه رانی، یا مثلا کامنت گذاشته چه هشتی چه گردی. آقا قرار نیست که ما به شهر هم دیگه توهین بکنیم. سری افراد با توهین میخوان بیان بالا، ولی این بالا رفتن نیست، این سقوط کامله. سقوط کامله. این نیاز به توضیح من نیست. شما با یه سرچ ساده متوجه میشین لنگرود چه قدمتی داره، چه شهر تاریخی اصیلیه.